سلام، امیدوارم که همگی خوب باشین. خب توی این جلسه من میخوام ادامه امنیت ویندوز رو، یعنی مسائل امنیتی ویندوز رو با هم دیگه صحبت کنیم. مجدد دکمه سرچ رو من میزنم، وارد بخش ویندوز سیکیوریتی میشم. خب ببینید دوستان، یه قسمت هست اینجا، دیوایس سیکیوریتی. دیوایس سیکیوریتی یه چند تا بخش داره که خب من از بخش کور ایزولیشن شروع میکنم واسه شما. یه توضیح کلی بخوام بدم که اصلا کور ایزولیشن چی هست، چی کار میکنه، داستانش چیه. یک لایه امنیتی پیشرفته است که خب با استفاده از virtualization based security یا اصطلاحاً VBS میاد بخشای حیاتی سیستم عامل رو توی یک محیط ایزوله شده از کرنل اصلی خود سیستم عامل اجرا میکنه. خب هدفش چیه؟ اصلا این به چه دردی میخوره؟ هدفش چی است؟ میاد جلوگیری میکنه از حملات کرنل لول و مورد بعد جلوگیری میکنه از اجرای درایورهای مخرب، اینم خب بسیار بسیار مهمه، و محافظت میکنه از چی؟ از کردنشیال ها و حافظه سیستم. این ستا رو حالا من سعی میکنم تو جلسات بعدی هر کدوم رو جدا جدا توضیح بدم که متوجه بشین چی هست، چی جوری هست، چی کار میکنه. حالا من فقط به صورت کلی میگم که یه دید داشته باشین به چه درد میخوره. توی جلسات آینده من وارد جزئیات حتما خواهم شد. خب الان واردش میشیم از کجا؟ این گزینه کور ایزولیشن دیتیلز چند تا گزینه داره. خب من حالا گزینه مهمش رو با هم دیگه صحبت میکنیم، بهتون میگم که چی هست. مورد اولش چیه؟ مموری اینتگریتی هست. خب که واسه کارکرد اصلا به چه دردی میخوره، کارکردش چی هست. فقط وقتی که این آن باشه فقط اجازه اجرای درایورهای معتبر رو روی سیستم شما میده. یعنی درایورهایی که معتبر نیستن، درایورهای سخت افزاری و حالا درایورهای دیگه اجازه اجرا شدن روی سیستمتون رو ندارن. درایورهایی که مثلا دستکاری شده باشه رو بلاک میکنن که آسیبی واسه سیستمتون ایجاد نکنن و خب جلوگیری میکنه از اجرای چی؟ روت کیت ها و بوت کیت ها. بچه نگران نباشین، اگه الان متوجه نمیشین مفاهیم رو هیچ اشکال نداره. من جلسات بعدی تمام اینا رو کاملا بهتون توضیح میدم. و خب طریق فعال کردنش هم چجوریه؟ همین قسمت آن آف. و خب ترجیح اینه که باید حتما آن باشه دیگه، ببخشید حتما باید آن باشه و اینجوری امنیت سیستمتون به حد اکثر خودش میرسه و بسیار بسیار کاربردیه. مورد بعد چی میشه بچه ها؟ مورد بعد بذارید من نگاه کنم، میشه kernel mode hardware enforced stack protection. خب این واسه چی هست؟ این محافظت میکنه از استک کرنل سیستم عامل شما و از حملات بافر اوورفلو جلوگیری میکنه. این دو تا موردی که خب بسیار بسیار مهمه و خب من الان خودم میام آن میکنم این رو. و اینکه بخوایم این آن بودن اعمال بشه روی سیستم عاملتون، حتما بعد از اینکه آنش کردین باید سیستم رو یک بار ریستارتش بکنین. این خیلی خیلی مهمه، یعنی دقت داشته باشین واسه اعمال شدنش باید حتما ریستارت بشه. مورد سوم که میخوام خدمتتون بگم Local Security Authority Protection هست. خب یا LSA Protection. این میاد چی کار میکنه؟ این از فرایند LSAS یعنی LSASS.exe از این محافظت میکنه. مورد بعد جلوگیری میکنه از Credential Dumping و مورد بعدش هم چی؟ در برابر میمیکت دفاع میکنه از سیستم شما. حالا من اگه بخوام اینا رو دونه بدونه واسهتون توضیح بدم به صورت کلی، اینجوری ببین فرایند LSAS.exe یعنی چی؟ یه توضیح خیلی ساده. ویندوز واسه نگه داشتن نام کاربری و رمز عبورش یک نگهبان داره. خب اسم این نگهبان چیه؟ اسم این نگهبان همین فایل LSAS یعنی LSASS.exe هست. این فرایند که توی این فایل اجرا میشه چیا هست؟ پسورد ها هستن، هش رمز ها هستن و توکن های ورودن که خب تمام اینها کجا نگهداری میشه؟ توی حافظه سیستم، یعنی توی رم نگهداری میشه. حالا مشکل از کجاست بچه‌ها؟ مشکل اگه یک بد افزار بتونه به این فایل دسترسی پیدا بکنه، یعنی فایل LSAS.exe،
خب میاد چی کار میکنه؟ میاد رمزای عبور رو میدزده بدون اینکه یعنی بدون دانستن پسورد میتونه وارد سیستم بشه. و خب این یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت یکی میتونه وارد سیستمتون بشه و هر کاری که دلش بخواد انجام بده. حالا محافظتش یعنی چی؟ وقتی که این LSA protection فعال بشه میاد این فایل elsas.exe رو توی یک محیط ایزوله و محافظت شده نگهداری میکنه و هیچ برنامه اجازه خوندن حافظه اون رو نداره. یعنی هیچ برنامه نمیتونه بیاد اون رو چی بخونه. مثل چیه؟ مثل اینه که گاف صندوق رمزها رو بذاریم توی داخل یه اتاق ضد گلوله با نگهبان کاملا مسلح. این میشه داستان این. مورد بعد چیه؟ مورد بعد بچه‌ها جلوگیری از کردنشیال دامپینگ. این یعنی چی؟ ببینید دزدیدن اطلاعات ورود مثل یوزرنیم، پسورد، هش از حافظه سیستمه. حالا به زبان خیلی من ساده‌تر بخوام بهتون بگم، هکر نمیخواد دیگه رمز شما رو حدس بزنه. میگه چی؟ میگه خود ویندوز رمزو بلده، من اینو از حافظه‌اش میدزدم. حالا این اطلاعات از کجا دزدیده میشه؟ این اطلاعات از رم دزدیده میشه و مخصوصا از این از این فرایند elsas.exe. حالا کور ایزولیشن چی کار میکنه؟ کور ایزولیشن اجازه نمیده که برنامه ها حافظه الساس رو بخونن، حتی اگر دسترسی ادمنستریتور داشته باشن. خب مثلا حالا من میخوام یه مثال ساده بگم. حالا به جای اینکه رمز قفل رو حدس بزنی، کلیدش رو از جیب نگهبان میتونی بدزدی. این فکر میکنم یه مثال خیلی ساده بود که بخوایم راجع به این موضوع بزنیم. حالا میگم مراحل جلوتر بریم حتما راجبش بیشتر صحبت میکنیم. حالا دفاع در موردی که بهتون گفتم، دفاع در برابر میمیکتس یعنی چی؟ حالا اصلا خود میمیکتس یعنی چی؟ یه ابزار معروف هکری هست. خب اینا تمام این مسائل واسه این که ویندوزتون امن بشه، حالا چه ویندوزهای خانگی چه توی سازمان هر جا. یه ابزار معروف هکریه که رمز عبور، هش رمز و حالا توکن های لاگین رو از حافظه ویندوزتون استخراج میکنه. و خب معروف ترین ابزار واسه چی هست؟ واسه کردنشیال دامپینگ. حالا این میمیکست اصلا چه جوری بچا حمله میکنه؟ میاد دسترسی ادمنستریتور رو میگیره، به فایل elsas.exe وصل میشه، حافظه رو میخونه و خب رمزها رو استخراج میکنه و بیرون میکشه. و مورد بعدم که بخوام بهتون بگم که مورد مهمی باشه، حالا وقتی که LSA protection فعال باشه میاد چه فرآیندی انجام میشه، چه اتفاقاتی میفته؟ میمیکت حتی با دسترسی ادمین هم نمیتونه به این elsas.exe دسترسی پیدا کنه، خطا میگیره و بهش خروجی خالی میده. این مواردی بود که خب به نظرم خیلی مهم بود و باید حتما این رو آف کنیم و مواظب این داستان باشیم، چون که یک اشتباه کوچیک میتونه تمام سیستم رو داغون کنه و به باد بده. اینو حتما بچه‌ها دقت داشته باشین و مواظب باشین. فکر میکنم اینجا دیگه مورد خاصی نباشه که من میخوام بهتون توضیح بدم. حالا توی جلسات بعدی موارد دیگر رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم و خب هی به مرور میریم جلوتر تا مباحث کاملتر. روز خوبی داشته باشین، مواظب خودتون باشین، لایک و سابسکرایب لطفا یادتون نره. فعلا خدافظ.